درود بینندگان عزیز و ارجمند. معلوم است که موافق رزولوسی اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد از سال 2011 با مقصد قوی‌تر گرداندن رابطه بین مملکت‌ها، پایداری صلح و امنیت و رشد دوستی خلقا 30 ایول در مقیاس جهان روز دوستی خلقا اعلام گردیده بود. در مملکت ما نیز با قرار پارلمان قانون جمهوری ازبکستان درباره معین کردن روز دوستی خلقا قبول گردیده، موافق آن هر سال 30 ایول همچون روز دوستی خلقا تجلیل می‌یابد. به این مناسبت از 30 ایول تا 7 اوگوست در کشور ما گذرانیدن چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، معنوی و معرفتی، علمی و عملی فستیوال دوستی ادامه دارد. باور داریم که همه این برای منبت مستحکم نمودن دوستی و برادری بین المللی که در طول 100 سالها در مملکتمان تشکل یافته است، برای محیط احترام همدیگر، صلح و ثبات خدمت می نمایند. شهبری پرواز من، همدم و همراز من، مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. شهبری پرواز من، همدم و همراز من، مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار، در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، درد در جایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار، در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. شهبری پرواز من، همدم و همراز من، مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. افسانه یاران شدم، سرسان و سرگردان شدم، بیهوده من نالان شدم، درد در جایت میکنم. افسانه یاران شدم، سرسان و سرگردان شدم، بیهوده من نالان شدم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. شهبری پرواز من، همدم و همراز من، مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. شهبری پرواز من، همدم و همراز من، مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. اینک نمایش نوبتی رنگین کمان را از دهه خوشمنظره برچمولای ناحیه بوستانلق ولایت تاشکند منظور شما می نماییم. این دهه زیبا
در کوهپایه جایگیر بوده هوای تازه، طبیعت مفتونکار، آبی چشمه‌های زلالش صاف و راحت بخش است. مردم این محل زیست زندگی را با آرزوی آمال‌های نیک پیش می‌برد. دهه بریچمولو یکی از زیباترین دهه‌های میباشد که در عین وقت 4056 تا شهروندان استقامت میکنند، 877 اویله استقامت میکنند، خاندان موجودند. اساسی فعالیت مهنتی مردمان ما از آن عبارت است که خوجگی جنگلبان کار میکنند. اگر با تاریخ دهه بریچمولو نگاه میکردگی باشیم، آب انباری چرواق پیدا شدن دهه بریچمولو یکی از کلانترین دهه‌های ناحیه بوستانلق. حاضر اهالی دیگری 4 دهه عیناً از دهه بریچمولو برآمدگی شهروندان تشکیل میکنند. این نوآباد، یوسف خانه، ینگ قرغون و یکتوت اساساً اهالی پیشتره دهه بریچمولو میباشد. غیر از این اساسی فعالیت مهنتی مردمان ما از آن عبارت است که ساحه توریسم، اکوتوریسم انکشاف یافته ایستاده است. در وقت‌های حاضر هم اساساً اگر 100% دمگیرک‌های همه عمومیش اگر 100% کته گیریم، اصلا تخمینا 15%شون این دمگیرک‌های دولت‌های خارجی است. خصوصاً انگلیه، فرانسه، گرمانیه، ایتالیا، دولت‌های روسیه، ترکیه آمده در وقت حاضر هم در دهه ما دم گرفته ایستاده‌اند. بغیر از کارهای کشاورزی، ساکنان این دهه اکثر با علم و دانش اندرمانند. 5 نفر اکادمیک در ساحه گوناگون که برای رشد و نموی زندگیمان سهم مناسب گذاشتند، عیناً در همین مسکن به وایه رسیدند، تعلیم و تربیه گرفتند. همزمان چندین عالمان، اهل ادب، دانشجویان، انسان‌های نیکون و نکوکار را در آغوش مهر انگیزش می‌پرورد این دیار. آباد و آزاد نگاه داشتن قدمجاهای بزرگان بر روحیت و زندگی پرنشاطمان زمینه می‌گذارد. اومدگی جای شما برچملا قشلاق شنگه آب و رحمت کتگی جامگه قدمجا بابا زیارتگاهش نشتیم. اینجا خودشون تاریخش روایتش است. روایتش هم خیلی بده است که ادریس علیه السلام پیغمبر هم اومده شدند، مانده شده، تشنه مانده، آب نوشیده نشده، دم گرفته شده، آب جسته هم است، نیافته بشوننده. الله تعالی التجا کرده شدنده موقع اولادان وحی اومده ای ادریس هم خیلی پنجه زم کته بود گیا. هم خیلی پنجه زده شدنده موقع الله قدرتش که 5 تا جواب آب برآمده. ما باید 5 تا جوند آب برآمدگی 5 تا چشمه موگیم. اینجا چنار کلان هست. نه عالم ها تخمین کرده 750 تا 700 سال کده تخمین کشیده که حواس که سرعت پردوید میشد. من از دولت ولگشتن چور اهمیت تو یاردم است. من ما مدنی میراث تاشکند ولایت ولگشتن می‌نگرم و هایم اعتبار کلان دوست است اینجا ها هم خیلی آباد شدنش و اینجا من بسیار جاهادن من دمگرک‌های زیارتچی‌های بسیار جاهادن من دولت روسیه دادن من باشقا دولت دادن من هم جاها قوشنا ریسپوبلیکا دادن آمد من اختما ایسن دادن بخارا سمرقند خیوه قرقلپاکستان من فرغانه وادی من هم جهان دمگرک جهان اومده دمگران من هم جاهای خیلی بودیشته تعریفش شنوده اومده آبپاش گران نیتوی یک نیکوی کده هم خیلی کده اومده برفتادگی زیارتچی ها های بسیار بوستانلق رایونش اهمیت داده هم خیلی آباد کسیند من هم خیلی دمگرک و شرایط کنونسیند من اینجا من شنوده چند زیارتچی ها اومده هم خیلی جاهای بدگوهای حواس کده برستیند کیم که شما جای نیک جدا جنت زیبان حیات گذرانی میکنید تا اونجا حواس میکنه. به زیارتگاه هر روز سیاحان محلی و حتی خارجی تشریف می آورد. آنها برابری شناس شدن به تاریخ، فرهنگ و آیین‌های ملی ما از طبیعت فسونکار و آب و هوای تازه دیارمان بهره‌مند می شوند. از کجا آمده؟ از بخارا آمده. بخارا اغزوان، خزاجخان. چند روز است که شما در این ناحیه بوستانلق هستید؟
دروازه مش ملابا آماده بدیم دم گرفتن. خوش. نقص دم گرفتیم. نقص شد همیش. دیگه نقص شد. پاتاش پازندهش همیش نقص. رهبر روشن نقص همیش. معامله‌شان نقص. آدم‌هاشون همیش آدم شوند. طبیعتش بسیار نقص. بسیار نقص. آدم شونده آدم شونده بسیار نقص. طبیعت این کوهستان دیده، آب‌های تازه‌ش دیده، یک هوس کرده از نو جوان شده به نظرم. البته انا به زیارتگاه آمده. به زیارتگاه آمدم بعد آدم خودش چه خیلی حس میکنه؟ شما چه خیلی سبک میشد. سبک میشد. خود یعنی تنگ میشد. نرم میشد. اگر اونا اوضاع عوض کرد اگه باشد اوضاع عوض‌هاشون با میرسه میشود نه ازبکستان تصادف شدیم تمامی شرایط ها برای استراحت برای شرایط حالا هیچ کجا نیست فقط این ازبکستان با هست شکرانه میکنیم البته این شکرانه بسیار میکنیم حالا یکی از جهت‌های کار خوبی مردم ما برای جلب سیاحان تشکیل نمودن مهمانخانه‌های عائلوی میباشد. در محله برچمولا درآمد اکثر عائله‌ها از حساب سیاحان و مهمانخانه‌های عائلوی است. من حاضر عائلوی تدبیرکار خوبه تدبیرکارlik میکنم که احتیاجمند عائله خوبه کم درآمد عائله خوبه 15 نفرش به کردیت امتیاز کردیتی امتیازی 14%، 13 نفرش اصل پروری، 2 نفرش و میده چهارراه گرفته دادیم. حاضر توریسم من رواج نمیشه است. من برچمولا ریسورس کده من مهمانخانه های زمانوی پشت ایستاده است. خدا خالص 2023 امسال به کار به میدارد. از همین 80% برچمولا همین کار کرده تامین کرده میشه. حتی که در خاندان های من 56 خاندان خانه های مهمان کرده خداوشانه عائله هاشونه پیش برده ایستاده است. منتداری صداقت خان حد و کنار ندارد چون او در یک وقت صاحب کسب هنر شد و به ماشین چاکدوزی که نیاز داشت صاحب گشت. در مدت خیلی کوتاه به چنین اعتبار نائل گشتنش را بختی بزرگ می‌داند. من 20 سال از این پیش با زندگی مشغول شده آمدم. دستم کوتاه بودن ماشینی دوزندگی کردم به امکانیتم نبود برای همین به حکومت مراجعت کردم. الان به محله مراجعت کردم. محله به حکومت مراجعت کرده به من ماشینی دوزندگی رو تحفه کردن. من امروز کرته های هر خیلی پرده ها چیزی که نوشد مدوخم از دستم میبیاد. کورس مخصوص هم در حکومت خوانده اومدم و با سرتیفیکات صاحب شدم. در جامعه عملی پوشیدن آرزوهای پاکت صداقت عزیز برایت برار میخواهم چون که همچون دوزنده صاحب تجربه بخت را در بختیاری همدهگانت میبینی. در آینده چه ریجه داره؟ در آینده ریجه من باز این امکانیت فراختر کرده سیخ دوزندگی شده 3-4 تا دخترانه به شاگردگران باز نو چوکوی دختر به خلق پیشنهاد کردن. در این دیار زیبا عائله های خوشبخت و نمونوی خیلی زیادند. یکی از آنها عائله نیازمند فامی باشد. صاحب 10 نفر فرزند، 28 نبیره و 12 عبیره اند. قریب 60 سال است که حدیجه خاله با تقاضای تقدیر در محله برچمولا با همسرش سلطانبای عمک عمر می‌گذراند. توجه نمایید یک زن ازبک خوشبختی را چگونه احساس می‌کند؟ خاله جان با تقاضای تقدیر چند سال شد که شما در این دهه زیبا زندگی می‌کنید؟ 58 سال شد. با باید که زندگی که اومسیدیم. 10 فرزند دار شدم. 1 تاش دادم. 9 تاش خدایش کرد. همشون بالا چقدر خانه دار چه دار.
همش خودش یارشیر. من چاله کمپر کار کرده. ما هم سالهای آخر خونده ما حتی گشتیم. خدای دوده رزقش چنده خورده گشتیم. این الله خاطر هزار بار خاطر شکر کی ما هم سالها رساندگی شو برای چقه نیوره ابیرخوی دادگیشه. اصلا در شهر تولد شده در دهه کوهستان زندگی کردن برایتان دشواری نبود؟ نه هیچ. من چون هیچ اولی بازیگر نکرد آن سال. اما کم به شما در کارهای روزگار هم یاردم میکنن؟ دیدم همه 90% اما که گردن شده یاردم دارم. 90% همیشه به شما در روزگار یاردم میکردن؟ برای چی شما این دهه نقض میبینید؟ نقض بینم این دهه. این دهه چی هاش به شما معقول؟ بابا همون زندگانش ناز هواهات ناز بدگیش کنه کوش نکن من همه یک طرفه کودک مخور یک درومه که هم یک جنده شته خسته برای تام کردن یک درومه اولی کردن نیم. این گونه آیله ها در حقیقت حال در زندگی نمونه عبرتند. خوش به حالتان. نام زلیخا اپی عزیز را با کسبش علاوه استفاده میبرند، یعنی که زلیخای نان پس. همه خرد و کلان احترامش میکنند. در توی و تنتنه های دیه نانهای زلیخا اپی عزیز دسترخوانهای صاحب تویان را آرایش میدهد. من همین نانپزی رسوی گرم به شما و دشواری نیست می؟ ما حرکت میکنیم که اولین سحر و خدا و سلام داده رسوی نخ شود گفته پیش ما تقاره های مانده خمیر غل مانده سلقین به بسته گرفتن حرکتشنده نان همه خیلی چرویلک بروید آدمانه هم دلش چرویلک گرم گفته هم خیلی نان های 20 سال از میبسم. یک روزانه چند دانه نان میپزه دفعه؟ یک روزانده یک کنم خلطه ارده خمر میکنم. البته تنها خودم نه مردم هم من به یاردم میسید کیلنم باش کنم هم با من همراه میکند تا حتی نیورخم هم من به یاردم میسید. انسان را خصوصیت های به خود خاص صمیمیت، خاکساری، مهنت دوستی و مهمان نوازی صاحبی احترام میکند. آیلی خیرالدین فاهم از بهترین آیله ها در این محل زیست به شمار می روند. اگر راهتان به این منزل افتد البته از نانهای زلیخای اپی شیرین سخن چشید و مهمانش شوید. چند نمود نان میپزید اپا جان؟ نان من یک خیلی نان نان قاق این نان ملایم این هر روز خودمون مخوردگی نان ملایم پیازلی پتر میگیم شرمای پتر میگیم شیر پتر چهارمغز نان هایم میکنم. من از مهم روزگار پشتش هیچ کستن یک لگنم کنم کلین کردم دختر یازاندم همش از مهم مهنت پشتش هیچ یک گندگی روز نیه نقص رحمت اولش خدا مگو هم رزق نصیبه داده مونده است رزق نصیبه و همش خودش بده. نان اولی موقع اچه ها ما میگفت که ام پوده چه گفته همین چون بسم الله الرحمن الرحیم امان ام پوده چه گفته اشتون به نام میبسم برکشت یاد میگیم اولش هم نهو یزگ خیر خدایی دادم بس موقعیم نان همی برکش میشه. هیچ وقت یکی و نان داده بشم اولین نان سوختگی هیچ وقت نمیزیم خودم به گرو میمونم. وای هم یک روز مثلا نان پلو یا که یک چیز کرده مخورد باش کن اینم یک رزق نصیبی باش کن. ما را در کودکستان مربیه ها و خردترکان خوش پذیرفتند. در این روزی گرمای تابستان در این مسکن خردترکان ایدی آب برگزار می گشت. صحنه های ناتکرار و برآمد گروهی رقصی ورزشکاران همه درباره اسراف نکردن آب، درست استفاده آن و منبع اساسی زندگی بودنش حکایه می کرد. در باغچه مخا 219 بچه استقامت دارد. از اینها 50 نفر بچه مکتب پسندم و خواه نویستن، خواندن، حرفای همش میشناخند. جدایم
chiroylik istiqomat kada istoda است باشگاه مخا باغچه مخا 1974 سال شده شده باشد تا امروز دیگر کارگرا رفته ایستاده است. همراه پدر و مادران مخا کارگرا رفته ایستادیم. هر دایم ویها مخا قبیله کارگرا میرم. من تربیت خامویم همش مقصد ما و رفته ایستادیم. بچه ها همه کس شود عالی معلومات دار شود. مخا آدم برآمدگی بشکن عالی معلومات دار شده یک نمونه‌لی انسان شده راسته رود. بیننده نقطه سنج، این بود نمایش ما آید زندگی نامی مردمی دهه برج ملای ناحیه بوستانلقی ولایت تاشکند. خوش باشید. خدا زاره کنم ای درد جدایی را چیسان چاره کنم شب تا به سحر پیش خدا زاره کنم ای درد جدایی را چیسان چاره کنم پزمان تو من اگر نه آیی ببرو یارای پیت خدر نه آواره کنم پزمان تو من اگر نه آیی ببرو یارای پیت خدر نه آواره ما دخترکی نغمگری فرخاری طاقت نکنم بدوری ها و خاری در لبکی ره نشسته با چی خیال برخیز بیا برای من در کاری آه در کاری تو در کاری
بند قدت بلند یار دل پسند یک بار دلم گشته در عشق تو بند یک بار دلم گشته در عشق تو بند